بله بینندگان عزیز گرامی، این بود داستان مادر امام زمان روافض و اینکه ایشون اسیر شدن از پیش رومیا و دست به دست بین برده فروشا و هر آنچه که در کتاب‌ها اینا اومده بود ما خلاصه کردیم، در این کلیپ خدمت شما عرض کردیم. منتها در همین هفته که این کلیپ خیلی سبب آزار و اذیت این دروغ پردازان شده بود و به قول آیت الله قزوینی خیلی سوخته بودن، کلیپ دیگری به دستمون رسید که خیلی جالب است. شما تصور بکنید این معجزه تاریخ بشریت بگیم که از روم بلند میشه و اسیر میکنه خودشو، خلاصه دست به دست بین برده فروشا و تا میرسه به سرمنرها و سامرای خودمون و بعد به بغداد و به منزل امام حسن عسکری و خلاصه بعد البته من این رو بگم که ما به این روایات اصلا اعتقاد نداریم، اینا دروغایی است که این رافضی ها ساختن و امام حسن عسکری یکی از ائمه اهل بیت هستن و این دروغ ها و این تهمت ها و این اهانت ها رو به ایشون ما هیچ قبول نمی کنیم. منتها چون اینا خیلی دوست دارن که این روایت ها بازگو بشه، خواستن آیت الله قزوینی و دار دسته و شاگردانش، ایشون میاد و باردار میشه در یک شب. خیلی داستان خنده‌داری است چون که رشد یک روزه اینها در رحم مادر مثل رشد یک ساله بقیه است. یعنی اگر مثلا یک ساله باشه تو خونه، شما تصور بکنید که 10 سال است. اینطوری زود رشد میکنن، این ادعای خودشون هست. بعد اینکه از ران مادرش چطور متولد شده، 4 زانو به دنیا آمده و نمیدونم سجده کنان به دنیا آمده و اول که زمین افتاده سجده کرده و این دروغ هایی که در بهار الانوار و کلینی و این چیزا پر از این مسائل. منتها در روایت شیعه اینکه چه بلایی سر این کنیزک زیباروی رومی میفته زیاد در این مورد توضیح ندادن، تا اینکه یکی از آخوندهای رافضی در یکی از شبکه‌های معروف اینها کشفی کرده، یا به قول قزوینی کفشی کرده، که لازمه اینو ببینید، خیلی جالبه که این ملیکا خانم یا نرجس از بغداد و از خونه امام حسن عسکری چطور دوباره برمیگرده به روم، چطور میره به روم و چطور در اونجا میمیره و در اونجا خاکش میکنن، قبرش فعلا اونجاست. این حرف ما نیست، ادعای این آخونداست. هرچه که باشه، شایدم دوست پسرایشون یا اون برده فروشایی که تو راه بودن یا اون شاهزادایی که تو کاخ بودن فراق ایشون رو تحمل نکردن و خلاصه به همون شکلی که ایشون به سرمنرها و بغداد رسید، ایشون رو از اونجا اختطاف کردن و دوباره برگردوندن به روم و در اونجا ایشون وفات کردن و خلاصه قبرشون اونجاست. این کشفیاتی است که یکی از آخوندا کرده و داستان هرچه است به عهده کلینی و مجلسی و آخوندهای رافضی. این داستان قبر ایشون در واتیکان رو دقیقاً از زبان این آخوند بشنویم. آثار باید زنده بشه و آنقدر ما دفینه داریم در تاریخ که اینها رو من از عزیزان درخواست میکنم، از نوکران امام حسین، مداها، خطبای بزرگ، عاجزانه خواهانم قصه های تکراری دیگه به مردم نگیم. پنیر خورده میشه اما دیگه این یه پیتزاش بکنیم، پیتزا همون خاصیت پنیر رو داره. حالا من نمیخوام تبلیغ از جنس نوع غذا بکنم، اما این بچه این غذا رو دوست میداره، ولی همون نمونهشه، همون پنیری که در اون آلگاژ در اینجام هست. ما باید رنگ و بوی خاصی به صحبتامون بدیم. از جمله بله،
بس دروغ گفتن برای مردم عادی شده، باید این دروغاشون یک رنگ و بوی خاصی بدن، یک دروغایی بگن که دیگه خلاص شیطان اگر بشنوه 2 شاخ در بیاره. ادامه داستانو گوش کنید. چون گفت اتفاقا محضر آقا گفت رفتیم ایتالیا، رفتیم روم، ایتالیا، رفتیم تو این کشور خیلی کوچیک کاتولیک، ببخشید واتیکان. گفت من وارد این سن پیترو شدم، این کلیسا داشتم نگاه میکردم، سالیانه موندن 3-4 میلیون نفر زائرن، توریستن، اینا میان میبینن، عکس برداری میکنن. گفت داشتم نگاه میکردم، حال هوای اسلامی تو ذهنم بود. اما گفت داشتم نگاه میکردم، یه وقت یکی از این پاپا کوچولوها، خب خیلی پاپ هست اونجا، یکی اومد به طرف من همینطوری ناخواسته، خودش هم از ساداته، گفت که حاج آقا خدا میدونه، اومد سلام کرد به من، گفت که تو فلانی، تو مال فلان کشور هستی؟ ایرانیه ایشون. گفتم شما. گفت که چه وقت اومدی؟ گفتمش من مدارک پزشکی دارم اینجا درس میخونم تو ایتالیا، اومدم اینجا رو ببینم. یه نگاهی کرد، گفت خوشم اومده ازت، بیا یه چیزی بهت نشون بدم به هیچ کس نمیدونه. خدای شاهد باش دارم راست میگم، محضر آقای امام حسینه. گفتمش در خدمت. اما ذهنم جور دیگه شد که این من از کجا دیده، این میخواد بره چی میخواد نشونم بده. گفت در رو باز کرد، پله های زیرزمین رفتیم پایین، پله رفتیم پایین. ایشون نقشه زیرزمینش رو مفصل گفت منو وارد کرد، خیلی صحن بزرگیه، منو وارد کرد، وارد شدیم مرکز ثقل این ساختمان، این کلیسا بزرگترین کلیسای عالمه. به من گفت که ببین چی میبینی؟ میگه نگاهی کردم، خوندم، دیدم قبرهای متعدده، قبرهاشونه که رو به قبله ندارن، یه دایره است، ببخشید این قبر فلان پاپ در فلان سال، این قبر فلان پاپ در فلان سال. خوب دقت کنید، محور رو ببینید، این قبر فلان پاپ در فلان سال. گفت اینم آخرین پاپه، 10-15 تا بودن. گفتم خب، گفت این چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت بدون، این قبر مادر امام زمان شما حضرت نرجس سلام الله علیها است، دختر پادشاه ماست، از دار دنیا رفت اینجا دفنش کردیم و تمام پاپ هایی که میان اینجا اصلا این رو گذاشتن برای این، و هر پاپی که میاد اینجا از دار دنیا میره این رو اطراف این قبر ما اون رو دفن میکنیم، جز قوانینه. عالم بگرده، چرا این قصه ها بیان نمیشه برای مسلمان؟ واقعا خنده داره. یعنی من تعجب میکنم از عقل این آخوندا، تعجب میکنم از شعور کسانی که فریب اینها رو میخورن، تعجب میکنم از این دین، تعجب میکنم از کسانی که پیروی میکنن از این دین. این ملیکا خانم زیباروی رومی این همه سختی و مشقت ها رو تحمل کرده، اومده بغداد خدمت امام تا یک شبه باردار بشه و عذرانش حضرت حجت رو، انجیم رو به دنیا بیاره. یعنی در بین اهل بیت در بغداد در اون زمان، در مکه، مدینه، سامرا، در بصره و کوفه 4 تا مرد با غیرت پیدا نشد که ناموس امام رو حفاظت بکنن. چطور ایشون برگشته به واتیکان، کسی نبود که مرده ایشون رو اینجا دفن بکنه در کنار قبر بقیه ائمه در بغداد، در نجف، در کربلا. ببینید چطور با عقلهای مردم بازی میکنن. این به قول خودش این پاپ کوچولویی که اونجا بوده خیلی زیرک بوده، فهمیده که اینا انقدر احمقن که هر داستانی رو، هر خرافه‌ای رو میپذیرن. به خاطر همین که حالا واتیکان برای مسیحی‌ها یک مرکز مقدس هست، مقر پاپ هست در اونجا، پاپ اعظمشون.
و پاپ کوچولای زیادی هم در اونجا یافت میشن در دور و برش. یه چند تا آخوند کوچولو موچولو مثل قزوینی و دار و دستش هم اونجا جمع بشن، تو اون زیرزمینی کلیسای گنبد و بارگاهی بزنن و شیعیان رو خلاصه این همه به کربلا و نجف و این طرف اون طرف میفرستن. یک مدتی هم به ایتالیا بفرستن، هم عیش و نوشی بکنن اونجا و هم زیارتی بکنن از قبر ملیکا خانم یا همون نرجس و به یاد مادر امام زمان به سر و کلشون بزنه. این دین ایناست، این منطق و شعور این یابوهایی است که به عنوان آخوند اینا رو بهشون خمس میدن و شبکه‌های تلویزیونی در اختیار این هاست و این گونه دارن خزعبلات و خرافات رو به خورد مردم میدن.